هفته درباره رمان شاه سیاه‌پوشان نوشته هوشنگ گلشیری میشنویم. این رمان به دلیل پرداختن به اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و موقعیت روشنفکرا در این دوره از اهمیت زیادی برخورداره. انتشار اول این رمان در سال 1374 در آمریکا و به زبان انگلیسی با ترجمه عباس میلانی بود. نام نویسنده هم نام مستعار منوچهر ایرانی نوشته شد، اما بعد از درگذشت هوشنگ گلشیری این کتاب در سال 1380 با نام اصلی نویسنده هوشنگ گلشیری توسط نشر باران در سوئد منتشر شد. نقد بهروز شیدا، منتقد ادبی سرشناس ساکن سوئد رو بر این کتاب در گزارشی از محمد عقیلی با عنوان از واژه تا کتاب میشنویم. ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر. زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. رختها را مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس من در آینه می دیدمش که مثل آینه پاکیزه بود و روشن. از واژه تا کتاب. تو آزاد میشی، کاری که نکردی. دست بالاش چند تا شعر گفتی. وقتی کتابات در نیاد، وقتی نذارن چیزی از شما منتشر بشه، یعنی اعدام. اینو همه میدونن. چطور؟ از کجا؟ میدونی که من توابم. نقد رمان شاه سیاه‌پوشان هوشنگ گلشیری توسط بهروز شیدا موضوع این بخش از واژه تا کتاب است. شاه سیاه‌پوشان هوشنگ گلشیری ماجرای دستگیری و روزهای زندانی بودن معلم شاعری است که در 25 دی ماه سال 1361 در تهران دستگیر میشه. شاعر سالها در کلاس‌های درس 7 پیکر نظامی رو تدریس کرده و هنگامی که مأموران برای دستگیریش به خونش میریزند در حال خواندن گنبد سیاه 7 پیکره. مأموران رو با خود به زندان میبرند و در آنجا در سلول جوانی 19 ساله میاندازند، سرمدنام. چندی بعد به بند عمومی منتقل میشه. در بند عمومی به مناسبتی منظومه گنبد سیاه نظامی رو برای زندانیان دیگه تعریف میکنه. در روزهای بعد شاعر رو به سلول انفرادی منتقل میکنند و کمی بعد سرمد رو که پلوری سیاه بر تن داره به سلول او میارند. سرمد بر او فاش میکنه که تواب شده، که توسط برادرش لو رفته، که خود نامزدش رو حتی لو داده و خود رو در پایان خط میابه. در این آخرین ایستگاه کنجکاوانه از شاعر میخواد که یک بار دیگر براش گنبد سیاه 7 پیکر نظامی رو بخونه. راحت هم بذار. خواهش میکنم بگو. من تقاضا کردم 7 پیکر رو برام بیاره، نداشتن. میگن همه کتابای تو رو دادن زیر ماشین برش. ببینم فردا غروب نوبت منه یا تو یا هر دومون؟ راستشو بگو. تو بیچاره، تو میمونی، نترس. سکته میکنی یا نمیدونم رگات اونقدر از اوره پر میشه که خودت مرگو به آرزو بخوای. پس نوبت توه. اینم معلوم نیست، اما خب آزادم نمیکنن. میدونم. میدونی من چیزی نگفته نذاشتم. حتی نامزدمو گفتم. فقط 15 سالش بود. یعنی اینجا وقتی اعدامش کردن 15 سالش شد. سرمد تعریف میکنه که این آخری ها گاه هر روز و گاه چند روز به چند روز غروب ها تیر خلاص به سر زنان محکوم به اعدام شلیک میکرده و بعد نعش آنها را بغل میکرده و در نعشکش ها میانداخته. هنگام بغل کردن جسد دختران اما از گرمای تنشون نوعی لذت جنسی میبرده. در یکی از این غروب ها نامزدش هم در میان اعدامی ها بوده
سرمد دل نمیکنه که تیر خلاص رو در سر نامزدش خالی کنه، پس در کنار سر او خالی میکنه. دختر هنوز نیمه جانی داره و هنگامی که سرمد میخواد او رو به نعشکش بندازه، چشم باز میکنه و سری تکان میده. انگار سرمد هر روز به معراجی میره که شاه سیاه پوشان گنبد سیاه 7 پیکر رفت. بیا برو بالا، همون روبروه. چی؟ محل کار من. غروبا همین پشت. من به اون معراجی میرم که شاه سیاه پوشان نظامی میرفت. پس پلیور سیاهش رو به شاعر معلم میبخشه و سلول رو ترک میکنه تا شاعر راز هستی او رو بر ما باز کنه. به گفته بهروز شیدا، در شاه سیاه پوشان عناصر همیشگی قصه های کوتاه و رمان های هوشنگ گلشیری که بیشتر در 3 سنت داستان نویسی ریشه دارند به چشم می‌خورد: سنت قرآنی اوستایی، سنت جریان سیال ذهن و سنتی که در رمان‌های فرانسوی وجود دارد. بر مبنای سنت قرآنی اوستایی تنها به گوشه‌ای از یک داستان، واقعه یا اسطوره اشاره میشه. انگار چنین فرض میشه که مخاطب داستان رو میدونه، پس تنها میشه به اشاره‌ای بسنده کرد. سنت جریان سیال ذهن بیش از هر چیز بر تداخل زمانی متکی است. انگار دیگر انسان در زمان نمیگذره که زمان در انسان میگذره. در جریان سیال ذهن گذشته و حال آینده در یکدیگر میآمیزند تا زمان دایره‌ای بر زمان خطی غلبه کند. ویژگی عمده رمان نو فرانسوی تسلط اشیا بر جهانه. حضور مکرر اشیا در موقعیت‌های گوناگون، توصیف مو به مو و گاه اغراق‌آمیز اشیا ویژگی چنین سنتی در جهان داستانی است. شاه سیاه‌پوشان هوشنگ گلشیری اما در تکرار عناصر همیشگی جهان داستان‌های هوشنگ گلشیری متوقف نمیشه که تلاش میکنه با تکرار مفهومی هستی شناسانه در فاجعه‌ای غریب دریچه‌ای بر هستی انسان ایرانی باز کنه، به کمک همخوانی ناهمخوانی زندگی شاه سیاه‌پوشان 7 پیکر و سرمد. 7 پیکر روایت سیر و سلوک بهرام پادشاه ساسانی است برای جستجوی خود که به روایت کارل گوستاو یونگ روانکاو سوئیسی کهن نمونه تمامیت و نشانه پیوستگی زنانگی و مردانگی وجود. بدین ترتیب هر گنبد در 7 پیکر نشانیه از جهان درونی بهرام و بانوی هر گنبد نمادی از زنانگی یا آنیمای وجود. میهماندار بهرام در گنبد سیاه 7 پیکر که نخستین گنبدیه که بهرام شبی رو در آن میگذرونه، دختر اقلیم هند. دختر اقلیم هند برای بهرام از کدبانوی سیاه پوش از قصر بهشت سخن میگه که کنیز ملکی بوده. ملک پس از اون که مدتی از قصر خود بیرون نرفته به گشت میره و چون باز میگرده یک سر سیاه پوش شده. ملک دلیل سیاه پوشی خود رو برای کنیز چنین تعریف میکنه که روزی غریبه سیاه پوش به تظلم خواهی نزد او اومده و چون ملک دلیل سیاه پوشیش رو پرسیده، در پاسخ تنها نشان شهری رو داده که در آن همه سیاه پوشانند. ملک رخت سفر به سوی اون شهر بسته، در آنجا با مرد قصابی روبرو شده که او را به ویرانه‌ای برده، در سبدی نشانده، سبد به آسمان رفته، در آسمان سبد رو مرغی به چنگ گرفته و در سرزمینی رویایی فرو آورد. سرزمین رویایی باغیه که آنیما فرمان روای اونه، زنانگی زیبا و باشکوه. ملک در آن باغ تلاش میکنه با آنیمای وجود خود بیامیزه، اما از اونجا که تناقض درون و برونش هنوز به او صلاحیت چنین آمیزشی رو نداده، زن غیب میشه، باغ تبدیل به ویرانه، شاه سیاه‌پوش.
شاه سیاهپوشان 7 پیکر نظامی و شاه سیاهپوشان هوشنگ گلشیری هر دو آزمونی رو می‌گذرانند. آزمون شاه سیاهپوشان گنبد سیاه 7 پیکر اما آزمونیه که سرانجام راه به تحقق تمامیت وجود میبره. چه شاه سیاهپوشان 7 پیکر آنیمای وجود خود رو با عشق تمنا میکنه. شاه سیاهپوشان هوشنگ گلشیری اما با شلیک تیر خلاص به پیشانی زنان زندانی در هر گام تکی از معنای وجود خود رو میکشه. سرمد آنیمای درون خود رو به مسلخ میبره. شاه سیاهپوشان گنبد سیاه 7 پیکر روزی پیراهن سیاه رو از تن بیرون میکنه و سرانجام در گنبد 7 با نور و سپیدی در هم میآمیزه، با آنیمای وجود یکی میشه، خود رو مییابه. شاه سیاهپوشان هوشنگ گلشیری اما مردم یک سرزمین رو برای همیشه سیاه پوش میکنه. به روایت شاه سیاهپوشان هوشنگ گلشیری تاریخ ما روایت سیاه پوشیه و راز که گشوده بشه همه سیاه پوشانی. شاه سیاه پوشان راز جلاد قربانیانی رو پیش چشم ما باز میکنه که در هیچ تاریخ مجازاتی از آنها سخنی نیست. سرمد و جلادان تبانی میکنند تا شلیک تیر خلاص توسط جلاد قربانی به شقیقه محکوم به اعدام پنهان بمونه. جلاد قربانی اما خود هم چیزی رو از جلادان پنهان میکنه و از گرمای تن قربانیانی که به شقیقه‌شون تیر خلاص شلیک شده لذت جنسی میبره. در شاه سیاه پوشان هوشنگ گلشیری میل جنسی به نعش زنان موضوع میشه تا تاراج تن و جان قربانی تبدیل به تمثیل تاریخ سرزمینی بشه که در آن انگار همه رنگ ها در سیاه مستحیل شده: زرد، سبز، سفید، سرخ، فیروزه‌ای، صندلی. به روایت شاه سیاه پوشان هوشنگ گلشیری رنگ سیاه یک سرزمین راه سیاه رو به سوی سیاهی ناب بسته. غار تمامیت حیات جای خود رو به تمامیت تاریکی مرگ داده. شاه سیاه پوشان هوشنگ گلشیری چنین فریاد میکنه: از تمامیت این تاریکی قصه ها میتوان گفت، راز ها اگر فرصت گشودگی بیابند. نقد بهروز شیدا بود بر کتاب شاه سیاهپوشان هوشنگ گلشیری، با تشکر از ناصر سینا و طاهر صدیق.